این نمایش کنسرتی گروه هنری در کوچه نیست، بلکه وسیله برای خراجات راه و خوراک یک سیاح 22 ساله است. دیمیت گوبی نوازش با اسباب موسیقی گرمان را محض به خاطر آموخته است که سیر دنیا کند. بسیار وسیله های به دست آوردن درآمد هنگام سفر را فکر کردم و به خلاصه آمدم که بهترین راه موسیقی است. نوازش یک چند آهنگ ساده را آموختم، می نوازم و پول کار می کنم. در کشور شما در یک روز حدود 56 سامانی درآمد می آورم که برایم بسنده است. 50-60 سامان за день выходит. دیمیت زاده شهر پرم روسیه است. از روی کسب طبیب می باشد. می گوید بعد ختم دانشگاه تنها 2 سال از روی اختصاصش کار کرده است. اکنون زیاده از 3 ماه می شود که جهانگردی می کند. تماشای تاجیکستان را از بدخشان شروع کرده است. وقتی به پامیر می آمدم هر شب مرا کسی به خانه‌اش دعوت می کرد. شب در کوچه نمی ماندم. خیلی مردمی مهمان دوست هستی. با قول دیمیت مهمان دوستی تاجیکان در کوچه هم هویت است. راهگذران به هنرنمایی او با ذوق می‌نگرند. حتی ترغیب کنندگان مال‌های شرکت‌ها در پایتخت تاجیکستان زیر نوازش گوبین می‌رقصند. اما او با به دست آوردن مبلغ از روی هنرنمایی خود سفرش را ادامه دادن است. نقشه های بعدی هم همین است که از اینجا به گرجستان روم. آنجا زمستان را با دوستم میگذرانم و بعدا عازم اروپا میشوم. از اروپا به جانب قطعه امریکا میروم. بعدی وی استرالیا و کشورهای دیگری آسیا را سیر میکنم و به روسیه برمیگردم. گوبین که حالا هدف اصلیش جهانگردی و دیدن کشورهای روی دنیاست، فعلا فکر عائله‌دار شدن را نکرده است. اما میگوید احتمال است با دیدن عروس آرزوهایش در یگان کنج دنیا نقشه هایش در زندگی تغییر یابند.